سلام دوستان، در این ویدیو قصد داریم یاد بگیریم که چطور از وبسایت رسمی پابجی موبایل میداس بوی یوسی تهیه کنیم. ابتدا وارد آدرس www.midasboy.com میشیم. برای ورود به این وبسایت نیاز هست که حتما از VPN استفاده کنیم. بعد از ورود به سایت وارد حساب کاربری خودمون از قسمت ساین و ساین اپ میشیم. اگه حسابی ندارید باید ابتدا یک حساب ایجاد کنید که الان اینجا من از قبل حساب دارم و وارد حسابم میشه. اینجا وارد حساب کاربری شدیم. یک چند تا نکته مهم درباره وبسایت میداس بوی اینه که مختص پابجی موبایل نیست و در ریژن های مختلف بازی های مختلفی رو پشتیبانی میکنه که ما امروز با پابجی موبایل کار داریم. به جز اون اینجا ریژن های مختلفی رو میتونیم انتخاب کنیم که بر اساس حالا راه پرداختمون باید انتخاب کنیم. مثلا اگر قراره با مسترکارت ترکیه پرداختی رو انجام بدیم باید از ریژن اسرائیل استفاده کنیم. اگر قرار هست با ردیم کد پرداختی رو انجام بدیم باید نیاز نیست که حتما ریژن خاصی رو بذاریم، با هر ریژنی امکانش هست. اگه قرار بود با ریزر گولد انجام بدیم برای پرداخت با ریزر گولد باید ریژن ست شده باشه با ریژن ریزر گولد که کلن یک قضیه مفصل جداست و به درد توضیح دادن داخل این ویدیو نمیخوره، چون بیشتر به درد فروشنده های یوسی میخوره استفاده از راه پرداخت ریزر گولد. ما اینجا روی ریژن امریکا ست میکنیم و اینجا یک گزینه است به نام منیج کارت. وقتی وارد گزینه منیج کارت بشیم اینجا میتونیم کارت های بانکی خودمون رو اضافه کنیم از طریق اد نیو کارت. حالا من یک ویزا کارت ست کردم و یک مستر کارت. امروز با استفاده از ویزا کارت میخوایم خرید خودمون رو انجام بدیم. یک خرید از طریق ویزا کارت و یک خرید از طریق ردیم کد که ردیم کد رو هم تهیه کردیم که عمدتا از وبسایت ریزر گولد باید تهیه بشه که کلا خودش یک قضیه مفصله و در این ویدیو نمیشه در موردش توضیح داد. الان وارد قسمت پابجی موبایل میشیم و از بین بچه‌هایی که ریپلای زده بودن استوری در مورد این ویدیو رو یکی از آیدی ها رو انتخاب میکنیم. انتخاب کردم، مجددم اینجا می نویسمش از طریق این گزینه باید آیدی رو انتخاب کنیم و تمام آیدی که براشون یوسی خریداری شده با این اکانت اینجا نمایش داده میشه. اینجا من مجدد آیدی رو می نویسم و اوکی رو میزنم. اینجا به شما اسم آیدی رو نمایش میده که اینجا کردستان و درسته. پس از اون یکی از پک ها رو انتخاب میکنیم. این گزینه های کناری هم سویپ بار چپ هم برای اینه که حالا شما بخواید از راه پرداخت خاصی اقدام کنید و فقط پک های مربوط به اون راه رو به شما نمایش بده. مثلا برای ریزر گولد این پک ها، برای پیپال این پک ها، برای بیچت پی این پک ها و برای کردیت کارت و دیبیت کارت هم که امروز ما باش کار داریم این پک ها. ما 60 یوسی رو میزنیم. البته این دوستمون یوسی جایزه دار رو تهیه نکردن و الان
60 به اضافه 57 بهشون تعلق میگیره. یعنی در یک ماه اخیر یوسی جایزه دار رو از طریق وبسایت با کردیت کارت تهیه نکردم. روی گزینه پی کلیک میکنیم. اینجا راه پرداختمون هم که میتونیم انتخاب کنیم. حالا ما همون ویزا کارت رو میزنیم و پی رو میزنیم. این پروسه مقدار زمان میبره چون وضعیت اینترنت طبق معمول اوکی نیست و برای پرداخت با ویزا کارت آمریکا ترجیحاً VPN امریکا باشه و معمولا اروپا رو پشتیبانی نمیکنه. یعنی با VPN امارات هم من تست کردم و اوکی بوده، ولی برای اروپا به هیچ وجه نتونستم متصل بشم به شبکه پرداخت. اینجا پرداخت ما موفقیت آمیز بود. معمولا 1 تا 5 بار اولی که میخواید با کارتتون خرید کنید کد تاییدم ارسال میشه، اما چون من این کارت رو از قبل ست کرده بودم کد تاییدی نخواست و پرداخت موفقیت آمیز بود. یه نکته دیگه، اینجا میتونید سابقه خرید خودتون رو ببینید از طریق این قسمت و رسید هایی که برای یوسی برای خریدهای اخیرتون دارید رو مشاهده کنید و برای بازیابی اکانت هایی که لینکاش در دسترس نیست و غیره خیلی به کار میاد. خیلی میتونه مفید باشه که الان این دوستمون این رسید پرداختشون هست و مبارکشون باشه. یک راه پرداخت دیگه هم هست که اشاره کردم، راه پرداخت با ردیم کد، که من یک ردیم کد 10 یوسی رو تهیه کردم و برای پرداخت با ردیم کد مجددا وارد صفحه اصلی میشیم. حالا اینجا یکی از دوستا رو انتخاب میکنیم. روی گزینه ردیم کلیک میکنیم، گزینه دوم ردیم. اینجا آیدی رو انتخاب میکنیم و آیدی این دوستمون 6 بله، این هم یکی از دوستایی هستن که آیدیشون رو وارد کردن و اینجا ما ردیم کد رو وارد میکنیم، تایید رو میزنیم و مقدار رو مینویسه که اینجا 10 یوسی قرار براشون ارسال بشه. این هم موفقیت آمیز بود و طبق روال قبل میتونید رسید رو مجددا از قسمت ریکورد چک کنید. و برای راه پرداخت ریزر گولد ما نیاز هست که ابتدا وارد وبسایت ریزر گولد بشیم و یک اکانت اونجا بسازیم. گیفت کارت ریزر گولد رو از وبسایت های مثل ایزیگت و وبسایت های مشابه، حالا من بهترینش رو گفتم از نظر خودم، تهیه کنیم و حالا $5 $10 تا الی آخر گیفت کارت رو بسته به ریجنی که ما اکانتمون رو باش میسازیم. دقت کنید VPN IP ثابت استفاده کنیم برای ساخت اکانت، مثلا VPN آمریکا برای ساخت ریجن امریکا. در اونجا هم میتونید از وبسایت ریزر گولد ردیم کد یوسی پابجی موبایل و حتی پرداخت مستقیم مثلا جم کلش، انتقال مستقیم یا جم کلش رویال رو انجام بدید بدون نیاز به حتی متصل شدن به وبسایت های دیگه یا ورود به اکانت. و بعد از اون روی مثلا 60 یوسی که کلیک کنیم ما اینجا از طریق ریزر گولد بخوایم پرداخت کنیم، وقتی روی پی بزنیم اکانتمون رو باید به اکانت ریزر گولدمون متصل کنیم و به طور خودکار پرداخت هامون انجام میشن. امیدوارم که از دیدن ویدیو لذت برده باشید. اگه سوالی بود حتما داخل کامنت ها بپرسید، جواب میدم.